Ome sam spred nakam, ana niva kapi. Ana şu zapisnik na. Ana idem. Oy. Ulan o Ana ben şu zapisnik. Ama tagin güzel. Tamam, çekme. Teşekkür ederim. Bem ver abi. Naif Marazada. Du tangin o para da. Saat odam azar mı? Saat nafar az du tangin o. Assalomu alaykum do'ston va havodaroni Sonai Rahim Production. Do'ston aziz, uمیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشند. اولا صبر جمیل با برادرانی که در شهر کلوب انمی واقعی که در سرشوی نوار شما دیدین با همش صبر جمیل خانم. دوستان عزیز، امروز این نوار ما در اینستاگرام دیدیم. بسیار یک چیزی بود که تا حال خیلی نوار دیدگی نبودیم و خواستیم که همین نوار باز هم شما برسونیم. برادران عزیز، ان شاء الله هر اون کسی که پرا باز معلومات دارین در زیر کامنت را بنویسین. امروز انمی بیگانی کم از در شهر کلوب با صدمه دچار میشه. میگن با گفته شهیدا ترمزاش نمیخپه، میام میزنه ماشین خونه آدم همه چندین نفر با گفته یک کسی 40 کرد، با گفته یک کسی دیگر 200 نفر باور کنین همین قدر آدم زدگی میگه. دوستان عزیز، شاید که 40 کس باشه، 50 کس باشه، 10 کس باشه، چند کسی باشه نباشه، اولا از همه شوفیرها احترامانه خواهش میکنیم که در راههایی که میرین آهسته رونین. وقتی که ما نوار دیم کم از به درجه میاد که در گونکا کم از خیلی نمیره. و برادران عزیز، از همه احترامانه شوفیرایی که راههای دور میرین دم گرفته برین احتیاط کنین. جان خودتون کومایل با جان دیگر نفرات جبر نکنین. دوستان عزیز، همه چی از جانب الله اینه که ها میگن که از سرعت بلند رفتنم الکی حرام میبرین. نگاه که در یک لحظه حیات چند نفر سو خونه چند نفر متهم گرفت. از همه تون احترام خواهش میکنم هر یک چیزی میکنیم. و با گفت شهیدان که یک شب عروس هم نیست در انمی صدمه به هلاکت رسیدند. دوستان عزیز، عمر یگان ساعت گارانتی نداره. به همین خاطر از همه احترام خواهش میکنم تا حال مواد انیق شدگی نیست که چند نفر مردگی، چند نفر فوتیدگی. هر کسی که انمی واقعه را از پیش دیگه التماس در کامنت را بنویسین، حقیقت ولا دیگر برادرها بدونن. چون که در کامنت همه درآمدسن چی گپ شد کوتاه که ویدیو هست دلنش نیست که اصلی واقعیت چی دیگه. دوستان عزیز، با همین خاطر التماس همه کسا در کامنت را در حق همین برادرانی که در صدمه دچار شدگان دعا کنین. از اون جمله بسیار نفران پرسیدن که شافیور کماس چی شد، شافیور کماس چی شد. خداوند مشکل همش آسان کنه، الکی کاری شدگی شد. فقط احترامانه خواهش دیگر شوفیرها همین کار تکرار نکنین. با هر یک کاری، با هر یک سفری که میبرین احتیاط باشین، هم چون جان خودتون هم جان دیگر نفرها را در خطر نمونین. خداوند نگهبانتون. دوستان عزیز، حتما در حق برادران دعاگو باشین.